سلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوبین تنجه بچه جون؟ علیکم سلام. تشکر زیاد مادر عزیز، بفرمایید. سلمان جون، من مقابل همون یک معلمه گپ میخوام زدن. منم یک مادر تنها هستم. الحمدلله تایی 50 هستم. 3 فرزند به پدر داشتم. مکتب میخوندن. بله. یعنی وقتی میگن که ما خدا با شکر که زندگی ما 100% و البته که 100% میشه سلمان جان، مادامی که یک 3 فرزند به پرستار به پدر تا زمانی که پولی مکتب نمیبرن نمیسپوره نمیمونن شای در سیم درویه، البته زندگی و 100% میشه سلمان جان. ما همه خیلی عذاب کشیده در مسکو جانم، صدقه مسکو جانم، صدقه پوتین. وقتی که ما میرویم در مهاجرت کار میکنیم، میگیم که خیر رویم کودکمون بالغ است، خیر میترسیم یک بار خبر گیریم، میگن کجا میروی؟ همون رحمان شما در چی داده که شما وطن میگین میروی؟ ما را تحقیر میکنن. اگه با این شمونم این شگیرم آخی وقتی که معلمه 3 کودک به پدر وقت تا زمانی که پول شایدهش نمیگیره نمیمونه بخونه، زندگی و البته 100% میشه. ما میریم مهاجرت، پول کار میکنیم، پولی مکتب، پولی نوروز، پولی جشنهای دیگر و دیگر و سال نوی اینو وای، پولی دنجدنی معلمه. تا معلم ها در پول جمع کردن نمیتین، مکتب بچه ها را درس شروع نمیتین، زبانی خوش نمیتین. گریه کده من فاطمه زهرا داشتم، به پدر کلان شدن اینا، در بطن ما بودن که پدرشون گم شدن. وقتی که پرزیدنت در تلویزیون میدیدن پدر ما پرزیدنت میگفتن به هوس مکتب میرفتن. مکتب میروان معلم شما پولی مکتب نیاوردین گفته در بیرون میکردن. اوخی همون مادرها من میدونم که ویا میروان گفتی وای دخترک قنش ازنه که کشاد رفشن گپ زده تو نیست که ایزانو بالا یوبکه میپوشن خودشون نشون میتین، وظیفه میگیرن کار میکنن، سواد ندارن، حق ای باطل جدا کردن نمیتونن، دنیا ای قیامت حرام ای حلال جدا کردن نمیتونن، وظیفه میگیرن کار میکنن. البته که ما در سخت میرسه وقتی ما در مهاجرت کار میکنیم، میگن وقتی کمیسیا اومد میگن که با نگوین که ما شما پول میگیریم پول مکتب فهمو حاضر کمیسیا میدره شما هم میپرسه آخه شما رو تونستیو میکنه، شما همه شما یک گپای امپروز شما رول بازی میکنه. من به هم خاطر میگم که ما همچون یک مادری تنها، همچون مادری 3 فرزند نابالغ، من میرفتم 3 ماه پس میومدم که خدای همین فرزندای من سوق سلامت مکتب رفتم میومده باشه، یگون نابلدی خدا ناترس یگون فریب و تقل نکرده باشه، در راه فریب نکرده باشه. من 3 دختر داشتم، پسر نداشتم، من ندارم الحمدلله. آخه این معلم ها کجا را میبینن و کجا را میفهمن و کجا را میپرسن و فخر میکنن. البته که ما اول و آخر باید شکرانه پروردگار کنیم که خداوند ریسک بنده شد در کجای باشه میتیه، ریسک یک مورچه را در تای سنگ میتیه سلمان جان. چی رسد به بنده اش که بنده خدا هستیم و الحمدلله ریسک ما در همه جا هست. نه که وقتی که زندگی ما نمیگذره فرزند ما را مکتب نمیمونن رفتن ما مهاجر میشویم. امروز مهاجرا بلند میشن که ما در مهاجرت کار میکنیم و پول مییابیم و ما شکرانه میکنیم. و البته شما درم پول مییابین، درم میره یک جوره یک شانتاژ میکنه، یک کسا پتستاوید میکنه، پول درزا میبنده، خانه روی میکنه، پدر و مادر و فرزندای شما میبخشین، خیف و صفا میکنن، زندگی شما 100%. ما که میریم مرده کار میکنیم میبخشید سلمان جون. وقتی که من در کارخانه‌های شخصی میرفتم میگفتم من 3 فرزند نابالغ دارم، من مهاجرت نمیخوام رفتن، من میخوام همینجا کار کنم، همینجا نان میام بالای سر دخترام دایستم سوق سلامت، اینا امانتم برای من. با همون من یک مردک ده سپرم یک بچه ده میگفتن نه اپا جان شما سین سال شما ده کار نمیشوه، ما 18 ساله بالا میگیریم یا توبه چی بر رباطه ده تیلی ما گروزین ای آذربایجان ای ارمیان ای روس ای ما یا میگیریم شما نمیگیرین کار مورا. اخ دخترای 18 ساله 25 ساله برای استفاده خودشون البته میگیرن. 18 ساله 25 ساله باید خدمت بخونه، خدمت شوهر کنه، فرزند تولد کنه و تربیه کنه. ما در این زور آمده ما تای در شما میبینیم که ما در کورتین ما کار کنیم مقصد که کودکامون نخرونیم پوشونیم. های نمیدونم سلمان جان، همین مادرها بلند میشن گپ میزنن من در حیرت میمونم، من نفرت میبینم. منم البته الحمدلله من مادر هستم، نه که خیلی مادرها را میبینم بلند میشن یک گپای گپ میزنن که نعوذ بالله. آخه شما وقتی که حق ای باطل جدا کردن نمیتونی کجا بلند میشی گپ میزنی؟ ما در این دنیا امروز مهمونیم،
ما در قیامت باید جواب بدیم که در تنه ما سطر بود، حجاب بود، سطر و حجاب خداوند بود، یا اینکه می نیوب که بود در بلندی ها رقص کردن بود. قانونای تاجیکستان هر سال علیش میشه. چی به همین قانون علیش نمیکنن که ای مردم پول جمع کرده جشنواره جشن نگیرن و رقص و بازی کشته چکر نکنن و همین قانون بردارن. ای مردم پول جمع نکنن که پرزیدنت میبیه ما باید حولی توزه کنیم قولیم پرتویم. آخه پرزیدنت هم یک بنده خدایه، میمره همون 2 متر جورا میگیره. ما هم که باشه همه ما نزد پروردگار یک مشتیم. آخه یک کمبغل بیچاره پولش کیسش میگیرن و باید ما پویانداز کنیم، درخت شنونیم، فک بندیم، چکن دوزیم، رقص کنیم، جشنواره گیریم. نعوذ بالله. خیلی ممکن است سلمان جون. درست فهم. شاید میاد عزیز ولی طرف تماس میگیره میگه چرا شما طرفداران خودتون یا که مادر را گوش میکنین ما را گوش نمیکنین. آخه برای ما بگه که گیجای حرف همین مادر اشتباهه که من خودش سخت حرف زنم. درست میگه همین مادر، واقعا منطقاً گفته است. عقلاً یک بار فکر کنه گفته است که من همچون یک مادر وقتی کارخانه دولتی میرم کار نیست، من 3 تا دختر به شوهر دارم، ناموس او در دست من است، من باید او را کلام بکنم. من امروز او زن در تاجیکستان، او دختر را در تاجیکستان گذاشتم، خانه در اجنبی در آذری و در گروزین و در ارمن و در بلاروس و در یک ترک و در یک کسی دیگه من کار میکنم. همین است ناموس ملت، همین است آبروی ملت، همین است وطن داری، همین است فرشته داری شما. درست میگم. من گیجای حرف میره این کار بکنم. بگین واقعا اگر فرقی نداره چی از ما دفاع میکنه چی نمیکنه، است کمبوتی میکنه خطا میگه. من دروش میگم که مادر همین حرف دروغ است، اما من نمیدونم که همین مادر چگونه این کار بکنم که این مادر همین حرف دروغ است. راست گفته است. ده ها و صدها مادرای ما است که میروند در پشت اجنبی در حتی همراه اجنبی ها خواب و خیز میکنن، حتی همراه یک بدین و به ایمان و از یک ملت دیگر شب روز میکنن. اینا کی باید گپ زنه؟ بفرما مادر. نعوذ بالله. من خودم من سرگذشت قسمت خودم میگم، من هوا گپ نمیزنم سلمان جون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما را میبخشین عروس هم پیشنهاد میکنه یگون مقصد فکرای بزیب مسلمان شم، آذری شم، ارمیان شم. ما میگیم ما اینجا میبخشین یگون فاحشه‌گری نیومدیم. ما الحمدلله فرزند داریم، ما باید مهنت حلال قتی و یا را بخورانیم، بپوشانیم، کلام کنیم، بخونانیم، شوهر تیم یا به آب رویم حمدی که و یا یگون پوچکنده یگون شرمنده یگون به آبرو نشوند. ما برای این قومدیم. من سلمان جون 3 دختر کلام کردم، من نخواستم، وجدانی من همچون مادر نبرداشت که من دختر ما برورم در کوچه سمیشکا فروشه یا پاکت فروشه یا نون فروشه با یا نوبلند فریبش کنه برای یگون نعوذ بالله خدا نشانت یاد دستر یگون بنده مومین. اونا دختره که بردن در یک غار 3 دختره مرده یافتن. در کجای همون چشمی ملت، چشمی امنیت، چشمی دولت. اوخی منم یک زنی به سوادم سلمان جون. من از الحمدلله با آب رو مکتب تمام کردم، زوری پدرم نرسید مرا داخل کنه. مرا شوهر داد، من الحمدلله 3 کودک کردم. پدرشون گم شد. همین در همین مناقشه بین کارگرا گریخت رفت جانش گرفته. نمیدونیم وای در مرده زنده. من 3 کودک به آب رو ما شوهر تیم همیا یگان نقصان نکده به آب رو شو کنن. گفته من میون ما بستم، من فقط مهاجرت 10 سال من مهاجرت رفتم اومدم. بعضا 3 ماه پس میبیام سلمان جون که یکی همین دختری مرا یگان پدرنواد فریب نکنه. بله. یکی همین دختری مرا هگوم نزنه. وای شرمنده میشم. ما این خیلی میون بستیم سلمان جون. سلامت باشین. سلامت باشین. خدا را شکر شما هستین که در بر ما هستین. ما روحیه میگیریم واقعا. بعضا مورد تنهای بعضی زنها سخت است، اما باز هم در برابر این شما هستین در بر ما. شما هم حق این وطن و ملت دارین، شما هم حق زندگی را دارین. شما هم باید در بر ما باشین. این بسیار یک روحیه است، یک انرژی است برای ما که باز هم قوت میگیریم، باز هم چند کوشش میکنیم که چون این مصیبت هم ما زودتر سر راهش پیدا کنیم که دیگر مادر این سرزمین در پشت در اجنبی نیاز به چند روبل روسی نباشه. باید مادر تاجیک در وطن اگر جای کار نداره حقوق داشته باشه. حکومت باید براش جای کار تأمین بکنه. اگر نمیکنه براش یک مزد باید بتکی چیکار کنه؟ زندگیش پیش ببره تا زمان تشکیل کردن جایهای کاری. اما این آرمان های ما از مادر انشالله روز ساعتش میرسه، ما این برنامه را روی دست میگیریم و نشان میتیم برای این بخیردا که
давлатдорӣ чӣ будааст? Саломат бошед апай азиз, саломат бошед.